میگن که پلاستیکی اپراسیون روی کردن جایز است. اگر روی مثلا یگان چیزی زیادتی برآمده باشد، یگان گوشتی زیادتی باشد، یگان مشکلی در روی آدم باشد، برای دفع کردن چیزی اضافگی این نمود جراحت ها اجازت است. و اگر فقط برای زیبا کردن، باز هم زیباتر کردن، این چیزها اجازت نیست. تغییر خلق الله تعالی اجازت نیست. مثلا یک آدم من دیروز سوال کرد 6 انگشت دارد. 6 انگشت دارد، همین انگشت ششمه معده‌چه یک انگشتی اضافگی دارد، همین بریدن اجازت است یا نه؟ گفتن جراحت کردن است. بله اجازت است. چیزی اضافگی است وای. فهمیدید؟ یعنی تغییر خلق الله تعالی نیست وای. اصلا الله تعالی انسان رو در زیباترین صورت آفریده است. از همین 5 تا اضافگیش بریده گرفته پرتافتن اجازت است.